برای هوم کردن دستگاه وارد منوی دستگاه شده، گزینه پریپی رو میزنیم و گزینه اوتو هوم. دستگاه توی 3 تا محور X، Y و Z شروع به هوم کردن میکنه. که میدونین وقتی که اوتو هوم رو میزنیم و دستگاه هوم میکنه 3 تا محور X، Y و Z قفل میشه. در این صورت گزینه پریپی زده میشه، دیزیبل استپر زده میشه و موتور آزاد میشه. همونطور که میدونین این دستگاه کالیبرش منوال هستش. 4 تا پیچ زیر سینی تعبیه شده. بعد از هوم کردن دستگاه ما با این 4 تا پیچ دستگاه رو کالیبره میکنیم. برای کالیبره کردن نیاز به یک برگه داریم که با یک کم فشار این برگه بین نازل و سینی یا آینمون قرار میگیره. وقتی که بخوایم کالیبره دقیقی داشته باشیم، کاغذ ما نباید نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت حرکت کنه. الان کاغذ خیلی شل داره حرکت میکنه، پس من پیچ رو میپیچونم به سمتی که فنرها باز بشه. وقتی که فنرها باز میشه سینی به نازل نزدیکتر میشه و این بهترین حالت کالیبر است. نه کاغذ شل هست نه کاغذ اونقدری سفت هست که بخواد کشیده بشه. این رو در 4 جهت دستگاه انجام میدیم. که میبینین کاغذ بین نازل و سینی به صورت متعادل داره تکون میخوره. ما هر چقدر بیایم پیچ زیر سینی رو سفت بکنیم فاصله زیاد میشه، چون پیچ ها سفت‌تر میشه. هر چقدر شل بکنیم فاصله نازل و آینه کمتر میشه و بنابراین بیشتر کمتر میشه فاصله نازل تا سینی.